10 سال طول کشید تا اینا رو یاد گرفتم، اما توی 1 دقیقه همشو بهت یاد میدم. 1. زندگی منتظر هیچ کس نمیمونه. هر روز از خواب بیدار شو و بدون توجه به هر اتفاقی به تلاش خودت ادامه بده. 2. مطمئن شو که خوب از خودت مراقبت میکنی. اگه اتفاقی برات بیفته، دنیا به راه خودش ادامه میده، این تویی که عقب میمونی. 3. اگه برای ساختن رویای خودت کار نکنی، یکی دیگه تو رو استخدام میکنه تا رویای اونو بسازی. 4. در سکوت کار کن، در خلوت هم جشن بگیر. مردم حسود استاد خراب کردن چیزای خوبن. 5. از گذشته خودت پشیمون نباش، فقط از اون درس بگیر و ادامه بده. 6. هیچ کس اهمیت نمیده که تو برای بهتر شدنت هر روز داری سخت کار میکنی، پس دنبال توجه بقیه نباش. 7. احساسات خودتو کنترل کن. یه ذهن آروم میتونه از پس هر موقعیتی بر بیاد. 8. اگه کسی رو بهتر از خودت پیدا کردی، ازش متنفر نباش، ازش مشاوره بخوا، سعی کن باهاش همکاری کنی. 9. وقتی فقط روی کار خودت تمرکز میکنی، واقعاً با خودت در صلحی، پس دنبال حاشیه نباش. حالا این ویدیو رو حداقل برای 5 نفر از دوستات بفرست تا این جریان آگاهی ادامه پیدا کنه. مطمئن باش که کارماش بهت برمیگرده.